1, 2, son, 2, 3, 4. Sana bakmak insanın ömrünü uzatır. Geç karşıma da birkaç yıl eklensin hayatıma. Sen geçerken ayrılık zırhını kuşanır. Çek aşkını da canın pahasına savaş onunla. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. چطوره؟ خوب شده؟ خیلی خوشگل شدی. بچرخ ببینم. خیر باشه. نکنه دارید نقش ما رو بازی میکنید ها؟ اگه همچین چیزیه بگید بدونی. قربونش برم. هنوز بچگیاش یادمه. چقدر پاک و معصوم. خدایا حفظش کن. چشماشو ببینه این الانه همچین لوتی منشانو نگاه میکنه. بچگیشم همینطوری بود. از بس تو کیفم با خودم گردوندم دیگه عکس رو کهنه کردم. انقدر نگاه کردم حفظش شدم. روزایی بود که فکر میکردم از سینان خلاص شدم و یه زندگی جدید شروع کردم. همه اینجا بودیم با پسرم، با شوهرم، زیر سایت. خدا بیامرز مرد خیلی خوبی بود. پدر و پسر خیلی شبیه هم بودن. پویراز قبلا دوست داشت دریانورد بشه. بعد از اینکه پسرم تو اون حادثه فوت کرد ترسید و بیخیال شد. دریانوردی و قایقرانی بلده ولی نمیره. منم با استانبول ازش زهر چشم گرفتم. نتونست از جزیره بره، موند اینجا تا اینکه رفت ازمیر دنبال حاضیران بگرده. آره دقیقاً. هر کی منو بشناسه باورش نمیشه که اینجوری باشم، ولی منم عکس حاضیران رو تو کیفم دارم. الان میارم، الان میام. ببین اینو. ای خدا چه خوشگل. آخه بچگی چه چیز قشنگیه مگه نه؟ هیچ چیزی تجربه نکردی، صاف و ساده ای. اما شبیه تو نیست. اصلا شبیهت نیست. شبیه نیست؟ نه بی خیال، اصلا شبیه نباشه. بهتر، خوشگل‌تر از من باشه، عاقل‌تر، خوشبخت‌تر. با من زندگی کرد، اشتباهاتم و خطاهامو دید، تکرارشون نکرد، بهتر از من شد. لازم شد همونجا بمونن ولی حالشون خوب باشه، کنار هم حالشون خوب باشه. لیلا جون، حوصلت سر رفته؟ میخوای با آبجی حاضیرانت وقت بگذرونی؟
باشه، من بهش زنگ میزنم میاد دنبالت، قشنگ با هم وقت بگذرونید، کلی خوش بگذرونید، از همدیگه خوشتون میاد، باید به هم عادت کنید. خیلی مهمه که آبجی حاضیران دوستمون داشته باشه. متوجه که دختر قشنگم؟ دلت میخواد آبجی حاضیرانت همیشه با ما باشه؟ آفرین، آفرین به دختر خوشگلم. بذار الان بهش زنگ بزنیم. سلام حاضیران خانم، امیدوارم مزاحم نشده باشم. لیلا یکم بد اخلاقی میکنه، میخواد شما رو ببینه. راستش نمیدونم چی کار کنم. میگم اگه وقت داشته باشید یکم با هم بگردید خیلی خوشحال میشه. خیلی ممنونم، بازم تشریف بیارید. ما مدلمون هر روز عوض میشه، کلی مدل متنوع میاریم. خیلی هم دوستتون داریم. بازم به همون سر بزنید، من و زیورالاتم مشتاق دیدارتون هستیم. اینجوری نکنید، من اعصاب درست درمون ندارم. گفت دوستتون داریم. تا با رابطه مسئول مشتری اینقدر صمیمی نبوده. اسم زنها رو تو شناسنامت می نوشتی. خوش اومدید، بفرمایید. ابیون 25 لیره. پسند نکرد مادر؟ اینم هست. دوستتون داریم. این حرفا چیه؟ زشته. ببین کی داره میاد. ملکه نیست ها؟ وای رسما دارم با اینا میخورم زمین، نمیتونم با این پاشنه ها. وای چی شوخی سردیگه. وای یخ زدم. شوخی نکردم، بیمزه ها. واقعا نمیتونم با این پاشنه ها را برم. چی کار کنم؟ بیخیال شم؟ نه با اینا خیلی خوشگل شدی که. واقعا؟ البته که سخته ولی خوشگلم. خیر باشه. میگن گوسفند پی درد قصاب پی دنبه. میخوام با تو حسودی شه. خیر باشه. تنهایی میخوای این کارو بکنی؟ وای پارتنر خودم، بیا. چطور شدم؟ خیلی خوب شدی. والا محشر شدی. پارتنر کجا بود؟ این رسما شعالیه است. ماشاءالله بیازید، مگه نه؟ بیرجیک؟ آره همینطوره. چرا که نه؟ میخواستم منصرف شم ولی تا دیدمت حس کردم ما میتونیم این کارو بکنیم. آفرین بیازید. منم سعی کردم یه کارایی بکنم تا اونجایی که میتونم. هی عزیزم هماش من دارم جلوی خودم رو میگیرم ولی دیگه طاقت هم به اینجا رسیده. بچه ها ببینید دیگه جزیرمون امن نیست، دیگه مجرم اینجاست. باید مراقب باشید، باید کشیک بدیم. شب شد میرید خونه، خب باید برید، بعد اون وقت هماهنگ کنیم با هم. باشه بیرجیک، برای آخرین بار یه نگاه بکن ببین خوبی. آره بابا خیلی خوشگل شدین، اصلا حرف ندارید. محشری. پس برامون آرزوی خوششانسی کنین. باشه بیا بریم. فعلا. وای ببین تو رو خدا. ماشاءالله ماشاءالله. والا جزیره یه رنگ و روی دیگه گرفته. اصالت رو ببین تو رو خدا چطوری راه میرن. ببین چقدر به هم میان، مگه نه بیریجیک؟ جزیره رنگ گرفت به خدا. دیگه زوج محبوب جدیدم اینان. خب این چی بود دمپایی؟ مطمئنی 3 روز میمونه؟ زود میره. بخواد بیاد که چی کار بکنه؟ برای چی باید بمونه؟ اینم عتیق. این چی بود؟ خوش بکنم آقا رو. مامان این مرد رسما اومده رنگ و بوی خونه رو عوض کنه. یعنی چی مرد؟ این چه حرفیه؟ زشته. قراره با فاتح ازدواج بکنم، خبر داری یا نه؟ آره مامان جون خبر دارم. منم داشتم تشویقتون میکردم ولی به نظرم باید به تصمیمم مجددا فکر کنم. نه دخترم، اما اگر نداره. هر کسی اخلاق خاص خودشو داره. آدما باید همدیگه رو ببینن و بپذیرن، درسته؟ خب ما هم داریم میبینیم. امروز روز اولمونه دیگه، نگاهش بکن ببین چطوریه. ولی مامان جون این خیلی متفاوت، سمیه برای خودش. نهیره هنوزم فکر میکنم داری بزرگش میکنی. هنوزم؟ اسباب بازیشو آورده؟ آره مامان اسباب بازیشو آورده. ای بابا
نه خب طبیعیه، همه اینا نرماله. نگاه کاپشنشم آورده. هر چی داره رو آورده. باشه دخترم، خب پیش میاد دیگه. مامان من دیگه برم، شب با هم دیگه حرف میزنیم. باشه برو. همه چی رو به راهه؟ آره رو به راهه. چیزی نیازه ها؟ نه دارم حلش میکنم. خوبه، خیلی خوبه. اینم آویزونش کنم اینجا. بابا ببین، زیاد حرف نمیزنی، شوخی هم نمی کنی. مامان تو هم زیاد اصرار نمی کنی. متوجه شدی؟ دختر بازمون خجالت بکشی. رک باش. بزرگ شده ما رو نمیپسنده. اینو ببین. وای الانه که بیان. ما داریم چی کار میکنیم؟ من که این کاره نیستم. باشه آروم. دختر آقا کوتویه. سلام، من پویرازم. لیلا جون، تو هم اسمتو بگو عزیزم. منم لیلا هستم. تو قدت بلنده. بلندم کن. بیا ببینم. خوبه؟ یه بار دیگه آخری. لیلا جون، همه خونه منتظر ما هستن. ما بریم، تو بعداً با داداش پویرازت بازی میکنی. باشه؟ بودو اینجوری نکن. بودو بیا، اخم نکن. پس این همه روغن زیتون رو چی کار میکنی؟ خب خوبه، بگذاریم. اینم تمومه. حساب کتاب سرت میشه نه؟ آره، تو هم از شامپو خیلی سرت میشه. قشنگ بو شامپو میدی. مو خوشگلم، عروسکم. پرو نشو دیگه. خب تو نبوده داداش پویرازت هم کارا خیلی خوب پیش میره نه؟ شد اومدیم اینجا. جای خیلی رمانتیکیه. آره اینجا رو خیلی دوست دارم. دوتایی لب دریا، صدای موج. وای خدای خیلی خوبه. سلام بر شما. سلام. با تو هستم. امروز من بهتون خدمت میکنم. سوپ امروزمون ازگیلینه. شما چی میل دارید میتونید انتخاب کنید. یکم بعد من میام سفارشاتون رو میگیرم. از الان نوش جان، خوش بگذره. با تو اینه؟ مطمئنی رابطه ای با این داشتی؟ این حتی محلت نداد. سب کن حالا یکم دیگه حالشو جا میارم. سب کن ببین چی کارش میکنم. تو هم یه ذره بیا جلو. خب صمیمی دختر چی کار میکنی؟ یکی میبینه. زشته، منم آشنا دارم. خب نه بابا، لگد به وقت خودمون نزنیم نه؟ خیلی خوب، باشه باشه. بیرجیکم عصبی نشه. سب کن ببینم. بیرجیک چرا باید ناراحت شه؟ چیزه، این اواخر تو مغازه بهش کمک میکنم. امروزم قرار بود کمکش کنم، هرچند کار زیاد نبود. شب باید پیشش میبودم. واسه همون. بیازید چیزی بین تو و بیرجیک هست؟ نه بابا، بین من و بیرجیک چی میتونه باشه؟ تازه اون که منو نگاه نمیکنه. یکی مثل منو میخواد چیکار؟ یه اوستای بی پول و پله هستم که سرش تو کار خودشه.
اون لایق بهتریناست. چیه؟ چرا نگاه میکنی میخندی؟ چرا اومدیم اینجا؟ مگه نیومدیم کاری کنیم که با تو حسودیش بشه؟ بحث ما با تو هست، نه من. تمرکز کن. خیلی خوب باشه. بحثمون الان با توه، اما الان بعداً راجبش حرف میزنیم. باشه؟ خیلی خوب. الان فقط باید به این مرتیکه فکر کنیم، تکلیفش رو روشن میکنیم. انگشتت میشکنه احمق جون. برو ولم کن. چیه؟ زود فراموشت کردم؟ با یه پسر خوشتیپ اومدم غذا بخورم؟ من دارم چی کار میکنم؟ شیطنت؟ یکم صبر کن. حالا چه بلاهایی که سرت نمیارم. صبر کن و ببین. مثلا میخوای چی کار کنی؟ میخوای منو تنبیه کنی؟ نکنه خیلی عصبی شد. برو کنار. الو، بیا هتل همین الان. همین الان باشه؟ خیلی خوب، فعلا. ما همیشه ملیسا رو به اندازه دختر خودمون دوست داشتیم و شمارم که از جزیره میشناختیم. پس به اذن خدا و سنت پیغمبر. بابا جون چی کار داری میکنی؟ دارم خواستگاری میکنم. بابا جون داری اشتباه میکنی. ما الان اومدیم قهوه بخوریم بعد خواستگاری کن. تو من این دختر رو نمیخوای؟ میخوام. آره که میخوام، اما یکم بعد خواستگاری کنیم. بابت این جمله قشنگ تو خیلی ممنونم. ما همین سالپر رو مثل پسر خودمون دوست داریم. بابا آلپر. من گفتم سالپر. آلپر. ملیسا جون بیا با هم دیگه بریم قهوه درست کنیم. فکر خیلی خوبیه. فکر محشریه. با اجازتون. دخترم برید قهوه رو آماده کنید. فامیل شب فوتبال مهمیه. بسپریدش به من. چیه؟ خیلی خوب. وا نخند. ای بابا نخند دیگه. سارپر چیه دیگه؟ سارپر چیه؟ وای خیلی بامزه. این حسابی سر کیف اومدم. کاش همه چی درست پیش بره. تموم شد. قهوه آماده است. بذار توش نمک بریزم بدم به آلپر. این چه کاری آخه؟ مامانم اصرار کرد. دخترها تو قهوه آلپر نمک میریزید نه؟ گفتم که دخترم یه رسمه. این کارو بکنید یکم میخندیم دیگه. باشه مامان، باشه. مسخره شدیم رفت. بعدشم من از این رسم و رسوما خوشم نمیاد که الان این قهوه چیه که میبرم؟ چرا توش نمک میریزم؟ ملیسا باشه دیگه، کافیه. بسه، به حد کافی ریختی. بسه دیگه، بسه. اصلا به من چه؟ بذار بیهوش بشه. بفرمایید اینم قهوه ها. ای وای یواش. من خیلی این دختر رو دوست دارم. عزیزم دختر قشنگم. نوش جونتون. دست درد نکنه. ببینم کدومش مال منه؟ این یکی نه، سمت راست. همونه. آره. خیلی خوب، پس برمیدارم. بابا جون دست در نکنه دخترم. خیلی ممنونم. ماشاءالله ماشاءالله.
دخترم من یکی میخوام. حاضران جون یه لیوانم به من میدی؟ بفرمایید شما. ممنونم. دست درد نکنه دخترم. خواهش میکنم نوش انشالله. دیگه کسی نمیخواد؟ نوه کی میاد ها؟ من دست کم 4 تا میخوام. نه 10 تا. بابا جان دارم 10 تا میخوای چیکار؟ اسماش رو نمیتونی حفظ کنی؟ بابا جون چی کار میکنی؟ بریم سطح بازی. الان که نمیشه، بعدا من میخوام بریم سطح بازی. داری میاد یه کاری بکن نمیدونم. خنگ چی کار میکنی؟ میبوسی میچسبونی به پیشونی؟ دختر من بعد دستبوسی ننم دستشو میذاشتم رو پیشونیم، چی کار کنم؟ یهو گفتی خودمو گم کردم. چرا نگاه کن ببین دستای من شکل دستای ننته. آره والا یکم شبیه هستن، یکم شبیه دستای اونه. خب از پیش غذا خوشتون اومد؟ خیلی خوب بود. آره خب توش مرگ موش ریختم. شوخی کردم، سیانور ریختم. نظرتون چیه غذای اصلی رو بیارم؟ عشقم بیاره؟ نظرت چیه؟ بیارید لطفا، خیلی گرسنه‌ایم. از سایه قربان. آره برو بردار بیار، خیلی هم اشتها داریم. بیازید خنگ چرا میگی عشقم دیوونه؟ چی کار کنم جلو چشمش بگم خواهرم؟ نه خیلی نگو خواهرم، ولی ما که با هم دیگه نیستیم، فقط داریم وقت میگذرونیم. چرا میگی؟ حق داری. خب چی کار کنم؟ هیجان زده میشم، حرف نزدیم، چی کار کنیم؟ نمیدونم. مشکلی نیست، بسپرش به من، خیالت راحت. بیرجیکه. الو بیرجیک. ایدیل جون چطور داره پیش میره کارا؟ کنجکاو شدم بدونم. ای والا چی بگم؟ آها فهمیدم. بیازید چطوره؟ بیازید چطوره؟ بیرجیک من فکر کردم یه سوالی برام پیش اومده. مشتری اومد، من باید برم، همینجوری زنگ زده بودم. همینجوری آره؟ یعنی یه لحظه گفتی یه زنگ بزنم. میگم بعد بریم خونه من، موافقی؟ من دیگه قطع میکنم. بیرجیک مغازه دست شما امانت باشه. کجا میری؟ ببین من دیگه خودمو درگیر عشق و عاشقی نمی کنم، فهمیدی گورکم؟ ببین منو کوچه هم نیست، باشه مستقیم برو خونه قربونیت، باشه نری جایم. خیلی خوب باشه بابای. شبم شیفت داریم ها. در گوش من داد نزنه ای بابا، شیفت شب باشه، ولی یه چیزای دیگه هست که تو بیخبری. عشق، عرق، عشق. دیوانه چرا چرت و پرت میگی؟ چرا میگی بریم خونه؟ دختر چی کار کنم؟ نمیفهمم که جور دیگه چطوری باعث شم حسودی کنه. آی خدا، وای نمیشه. خب ببخشید، من که بهت گفتم از پسش بر نمیام، آبروتو میبرم. شرمنده. چی شد؟ عزیزم بیا اینجا بشین، بهترین منظره رو اینجا داره. آخ نگاش کن، همینجا منتظرم بمون عروسکم، یکم بعد میام. ببخشید خیلی معذرت میخوام، من اصلا شما رو ندیدم، واقعا عذرخواهی میکنم آقا، ببخشید منو.
در بیا دیگه. اوف. وای فقط همین کم بود. زود باش در بیا. چی کار میکنی؟ هیچی. تو برو داخل. چرا لیلا رو تنها میذاری؟ آخه زود باش. میرم، ولی تو چی رو مخفی میکنی؟ چیزی مخفی نمیکنم. ببینم بقیهش کجاست؟ من فقط خواستم امتحان کردم اما بعدش از انگشتم در نیومد. باشه هول نشو. پس حلقه ها چی شدن؟ تو چرا انگشتر رو میندازی؟ به تو چه انگشت خودمه، هر چی بخوام میندازم. اما انگشتر مال تو نیست. باشه حرف نزن. صبر کن. اینو نگه دار، با نخ در بیار. از کجا نخ پیدا کنیم؟ یعنی کجاست؟ بذار از ملیسا بپرسم. مزخرف نگو، نباید بپرسی. چرا؟ ما آخه انگشترشو تو دستم انداختم. همه میپرسن چرا انداختی، آبروم میره. لطفاً به کسی نگو. تو اینو تو جیبت قایم کن تا من یه راهی پیدا کنم. بیا. من متاسفانه انگشترها رو فراموش کردم. پویراس شوخی میکنین دیگه؟ از هیجان فراموش کردم، معذرت میخوام. اشکال نداره، خانم انگشتر رو در بیار. بابا مطمئنی؟ البته دکترم، فعلا با این کار حل کنید. خب پس اگه همه آمادن خواستگاری کنیم. به دستور خدا و سنت پیغمبر دخترمون ملیسا رو برای پسرمون آلپر میخوام. مبارک بشه شما. بفرمایید. دخترم دستتو بیار. مبارک انشالله. لیلا کجاست؟ نکنه قایم موشک بازی میکنه؟ نمیدونم، بریم داخل سر بزنیم. مبارک بشه لیلا حاضران؟ در بازه. نکنه بیرون رفته باشه. چی؟ بیا با هم بریم. تنابو انداخته بود دور گردنش و گیر داده بود که میخوام خودکشی کنم. گفتم بابا مگه دیوونه شدی؟ تو فکر کردی مردن مثل بیهوش شدنه؟ گفتم اون تنابو در بیار، زود باش بیا پیش خودم. اونم تنابو در آورد و بلند شد اومد. سلامت باشه. از اون روز تا حالا با هم تو رو خدا ببخشید، مجبور شدم تو رو بکشم تو این بازی مسخره بیمزه. مزخرف نگو، در واقع من معذرت میخوام نتونستم از پسش بر بیام. اون بیرجیکه کجاست؟ میتونم بپرسم داری اینجا چیکار میکنی؟ نه خیر، نمیتونی بپرسی دارم چی کار میکنم. ای بابا بیرجیک، دختره افتاد. بیرجیک خوبی؟ خوبم. مشکلی نداری مگه نه؟ نه حالم خوبه. بیرجیک خوبی تو؟ من خوبم، خیلی ممنون، چیزی نیست. با این بهم خیانت کردی؟ ببینم تو دوست پسر داری؟ معلومه که داره. چی میگی؟ دختره میگه ندارم، فقط گفتم که بدونی. هنوزم داره حرف میزنه. آقای محترم داری چی کار میکنی؟ تو روز روشن اومدی یقه مردم رو گرفتی. ولش کن. مگه تو ولگردی؟ این کارا واقعا غیر ممکنه. تو هم یه چیزی بگو، به خاطر تو دارن دعوا میکنن. به من چی؟ یعنی چی به من چی؟
ببین گوش کن. خوش تو سرت کنم لیاقت. ولم کن اصلا اینو لهش کنم منو میزنی تو رزوی میکنم 30 رو بدم. دارین چی کار میکنین؟ ولش کن ایدیل، خیلی زشته. ایدیل ولش کن، خیلی زشته. اگه اینجا پیداش نکنیم به پدرش زنگ میزنم. نه هنوز نتونستیم پیداش کنیم. اومدیم شهر بازی رو داریم میگردیم. شما از خونه بیرون نیاین، شاید برگرده خونه. پویراز، لیلا. باشه داداش قطع کن، پیداش کن. لیلا جون تو کجا رفتی؟ آدم از خونه بیخبر بیرون نمیره، خیلی ترسیدی. من میخوام سوار این بشم. بیا ببینم. Sana bakmak insanın ömrünü uzatır. Geç karşıma da birkaç yıl eklensin hayatıma. Sen geçerken ayrılık zırhını kuşanır. Çek aşkını da canın pahasına savaş onunla. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir, buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir, buzullar erir sen bana yürüyünce. Beyaz ol, cezama itiraz. Kalbim ısı durmuyor, verse nerede ikaz. Yani biz seninle karşısında dünyanın bir kör olur bir ay var. Sonra yazmayınca harflerim nitelik. Yan yatar kelimeler, cümleler devrik. Sar bütün müzik, artık anla. Bensiz olur ama sensiz olmaz asla. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir, buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir, buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir, buzullar erir sen bana yürüyünce. ورودی محله تمیزه تمام. Ay ساده چی شده؟ تو مثلا میخواستی منو بترسونی؟ تو وقتی شیرخوار بودی ما داشتیم از این کارا میکردیم بچه زرنگ. برگم تو زمان شیف خودتو به موش مردگی میزنی؟ تو رو خدا ما مسئول امنیت این جزیره هستیم، ناسلامتی خلاف عجب. ای بابا چه امنیتی؟ مدام اینجا نشستیم کسی هم رفت آمد نمیکنه. تو رو خدا چاقالوی من بیا بریم خونه بابا، چیزی نمیشه. بیا بریم. یعنی اونه؟ ها؟ بذار ببینم. این هیولای جزیره ماست. برکم تمام دارایی خودمو بهت میدم. نگران نباش همشو برمیدارم. ممنون. صادق یا خدا. ای خدا صادق. من نمیتونم باور کنم. قهرمان من، چاقالوی من عزیزم.
من به نگفتم گیرش میندازم، دیدی فوراً گرفتمش. کاراگاه صادقم بابا. میدونستم. ای مردی که لعنتی، ای بی شرف. این که شرف داره که عمو شرفه. عمو شرف جان، خدا بگم چی کارت نکنه. عمو شرف دیگه بابا، صاحب سوپرمارکت محله است. یه مرد 80 ساله رو بیهوش کردم، مگه نگفتی اونه؟ گرکه نخن. یه مرد 80 ساله رو بیهوش کردم، گفت یه همون. ای خدا من بیهوشش کردم. عمو شرف دوستت دارم، تو رو خدا میگم هر چقدر ناز کنی باز تو دلار منی. بلند شد تو رو خدا. عمو شرف بیدار شو، بیدار شه، مغازه رو باز کنه تو هم یه چیزی بخوری ها. گرکم قسم میخورم به چوک الکتریکی میزنم ها. خیلی خوب خوابی. حسابی بهش خوش گذشت. خیلی هم خسته شد. منم به لطف اون خیلی خوش گذروندم. تمام مشکلاتمو فراموش کردم. راستی آقای کوتاهی منو دوباره استخدام کرد. بعد از این فقط کارمو انجام میدم. اجازه نمیدم کسی اینو خراب کنه. تو بهترین کارو میکنی. یه خونه هم گرفتم. تبریک میگم. دقیقاً جوری که آرزوشو داشتم. انگار برای من ساخته شده. یعنی بهتر از اونو نمیتونستم پیدا کنم. هوا سرد شده، بریم. لیلا بیدار شو. زود باش. بیا ببینم. آشتی میکنیم. تو منو ببخش. به نظر من که آشتی میکنیم. منو ببین، بیشتر از این بهت پول نمیدم، به اندازه کافی دادم. در ضمن چیزایی که اینجا دیدی و به هیچ کس نگو. همونطور که گفتم بین خودمون بمونه، باشه؟ به هیچ وجه. یالا بعدن میبینمت. زنگ میزنم. دوست دخترت دوست پسر داشته؟ خب به نظر منم دوست پسر تو هم از بیرجیک خوشش میاد. چرا دعوا کردی؟ از تو جدا شد اونو انتخاب کرد؟ به تو چه؟ آره بگذری. کجا میخوای بری؟ به تو چه؟ کجا میخوام برم خونه دیگه، الانی که بابام زنگ بزنه. خب یه لحظه صبر کن. بیرون آدمای خیلی بدی هستن، اگه اینجا منتظر بمونی بهتره. اینجا هیچ کس به بدی تو نیست. چه ربطی داره؟ من میگم صبر کن. بوراک برات اتاق ردیف میکنه، امشب و اینجا بمون. بوراک دیدیل امشب مهمون من میشه. من هیچی تو نیستم. چرا اینجوری میکنی؟ آی دوست دختر سابقت تشریف آوردن که شما تنها نمونی تو هتل. ما اینجا هیچ کاری نکردیم، فقط پول داده بود که تو رو اذیت کنم. خب تو چرا همچین کاری میکنی؟ چی؟ راست میگه باتو؟ نه بابا، حرف مفت میزنه، منم نفهمیدم. باتو تو بهش پول دادی این کارا رو بکنه من ببینم؟ آها آره. برای اینکه از دست تو خلاص شم و دست از سرم برداری. اصلا فکرشو نمی کردم تو اینجوری باشی. خودمونی ما. تو هم برای اینکه با تو حسودی کنه خوب نقش بازی می کردی. بگو چرا یهو بدو از مغازه می رفتی بیرون؟ چی کار می کردم؟
بیرجیک تو هم به چیزی که من فکر میکنم فکر میکنی؟ خب چون نمیدونم تو داری به چی فکر میکنی نمیتونم به این سوالت جواب بدم. یعنی من به چیزای خوبی فکر میکنم ولی نمیدونم اینو چطور بهت بگم. خب اگه میخوای بنویسش. باشه من مشکلی ندارم. جدی میخوای بنویسی؟ خیلی جدیم. سلام. علیک سلام به یزید. نه نباید بگی، باید بنویسی. علیک سلام. با من دوست میشی؟ خدایا پیام اومد. نگاه میکنم بیرجیک. من نمیدونم ولی میترسمم نگاه کنم. خودت میدونی. نگاه میکنم. نه نمیتونم، به خدا نمیتونم نگاه کنم. باشه پس وقتی من رفتم نگاه کن. باشه حله، این کارو میکنیم. نوش جونه حالتون خوبه؟ خودم ما رو ترسوندی. تو جلوی ما داشتی راه میرفتی بابا. وقتی داشتی راه میرفتی جلوی ما زمین خوردی. ما خیلی ترسیدیم، هول کردیم، نمیدونم پا چه جوری گرفت رو اون لنگی. والله قلبش داره رو میگیره. همون شرف جون تو داشتی خیلی نفس میزدی، خوب به نظر نمیرسیدی. احتمالاً یکم مست کردی ها، یهو خوردی زمین. خدا رو شکر ما به موقع رسیدیم، یعنی حالا طوری نیست. آره یعنی همون شرف تو آخه چرا تنهایی تو کوچه را میری؟ تنهایی؟ مگه مال تو آخه تو کل کوچه آویزون بودی؟ یه مرد خطرناکه با شوک الکتریکی ممکنه تو رو اذیت بکنه. همون شرف رو بلند کنیم آروم بفرستیمش بره ها، بفرستیمش بره. بله بفرمایید همون شرف، منتظر شما همه. بفرمایید. بله بفرمایید، خواهش میگم بفرمایید. موفق باشید. برو بره خونش بمیره تو رو خدا. بعد به نظر میرسی داره. من خیلی براش ناراحت شدم. یعنی وقتی بچه بودم میرفتم از سوپرمارکت همون شرف کل آدمسا رو میجوزیدم. یعنی این گذشته تو ذهنم بعد جوری عذاب وجدان بهم میده، میدونی؟ میاد جلوی چشم. چاقالوی با احساس من. خدایا چقدر کیا اونجا ها؟ وای دیگه کافیه، این اتفاقا تموم نمیشه. من انقدر اکشن نمیخوام زندگی باشه. ای خدا انگار این دفعه واقعا هیولای جزیره رو گیر آوردیم. گورکم منو ببین، من اسلحه دارم، من گورکمم. به خدا یه کاری میکنم زمینگیر شی. همینه. بیا اینجا چی کار میکنی؟ بیا زید نکن. چرا اینجوری میکنی؟ خدا تو هم بلندت نمیتونی منو بلند کنی قربونت برم. نمیتونی دیگه، سنگینه. آره داداش. چی شده؟ داداش بله رو نوشت. چی؟ دختر چی میگه؟ آره نوشت. بله نوشت. آره داداش. بله باید از این کارا کرد. انرژی خونه رو ردیف میکنه. فهمیدم جناب. تو چیز نکن، راحت باش. من این چیزها رو خیلی باور دارم. چه خوب، به سلامتی. بله فردا اینم به در ورودی آویزونش میکنم. ورودی؟ آره نگران نباش، میدونم کجا بذارم. خونمونو از چش بد حفظ میکنه. خونمون؟ من یه قهوه دم کنم مگه نمیخوریم دیگه؟ آره بابا معلومه که میخورم. بله اینا هم جا به جاشه، اینا هم بره اینجا. آره خودشه، اینا هم بذاریم اینجا. آها فاتح جونم عشقم.
جای لیوانو تو آشپزخونه تو عوض کردی؟ آره خم شدن یکم سخت بود واسه همین گذاشتمش بالا. مگه خوب نشده؟ نه نشده. قد من به اونجا نمیرسه. قراره چی بشه اون وقت؟ کی جای لباسای منو عوض کرده هان؟ نهیر جون کمد مادرت پر شده بود. منم واسه یه مدت لباسامو گذاشتم تو کمد تو. نباس میذاشتم؟ ولی من اونا رو با توجه به رنگ گذاشته بودم. تو که همه وسایلات سیاه. رنگ بندی دیگه چیه؟ یعنی سیاه هم تونای مختلفی داره داداش فاتح. ولی ماشاءالله تو هیچ تونی نداری. ببین من فردا میرم سر کار، هیچ کس هم نمیتونه جلوی منو بگیره. این دیگه چیه؟ زنگ انرژیه. والا که هیچ انرژی برای من نمونده. انرژی منو نابود کردین. انرژیمون تموم نشه. میگه تون نداری. تون دیگه چیه؟ فاتح جون شاید خواسته بگه عیار نداری، یعنی جای گیاها که توی خونه رو هم عوض کردی. عزیز دلم یکی از گیاها آفتاب بهش نمیخورد واسه همین جاشو عوض کردم. بد کردم. نه ولی این خونه یه نظمی برای خودش داره، شاید واسه همین اینطور گفته. خیلی زیاده رابی کردم اینا. حق دارین، ولی فکر کنم زیادی هیجان زده شدم. ببین عادت میکنیم درسته؟ دلم نمیاد ناراحتی تو ببینم. خب دیگه وقت خداحافظی. ممنونم. خواهش میکنم. پس شب خوش. شب خوش. زود باش بریم دیگه. لیلا جون بهتون خوش گذشت؟ چی کار کردین؟ خوش گذشت؟ شما دوباره حاضران استخدام کنین. من به خاطر اون هر کاری میکنم. هر کاری؟ پس یه شرط دارم. باید از ازمیر برید، دست از سر حاضران خانم بردارید. سوء تفاهم نشه، با شما مشکل خاصی ندارم، ولی حاضران خیلی دختر کاریه. تو آینده میتونه به موفقیت‌های بزرگی برسه، حتی میتونه جای منو بگیره. ولی تا وقتی شما اینجا هستین فکر نمی کنم بتونه روی کارش تمرکز کنه. بله حاضران رو استخدام میکنم، ولی خواهش میکنم شما از اینجا برید و دیگه بر نگردید. میگفتین به خاطر اون هر کاری میکنم. این کارو میکنم. نگران نباشید همه چی درست میشه. امیدوارم. پویراز زنگ میزنه. چی بهش بگم؟ میخواستی چی بگی؟ بشین اینجا. مگه چیکار داریم میکنیم که همش باید به این فکر کنی که چی باید بگی؟ اگه میخوای من حرف بزنم. نه باشه. الو پویراز جون، خوبیم پسرم، خوبیم. همه با هم نشستیم. تو چی کار میکنی؟ منم خوبم ممنون. وقتی خبری از شما نشد گفتم زنگ بزنم. ما هم گفتیم کار داری، واسه همین گفتیم که مزاحمت نشیم. حاضران چطوره؟ شما باهاش حرف نزدین؟ به منم زنگ نمیزنه پویراز، بهش سلام برسون. اون خاله زینبه؟ آره همگی بهتون سلام میرسونیم، به جفتتون. باشه من فردا برمیگردم. چی؟ کجا؟ میخواستی کجا برم مامان؟ میام جزیره. چیز پسرم انقدر زود بر نمیگشتین. ببین اونجا حاضران هست، آلپر و ملیسا هستن. یکم بگردین، خوش بگذرونین.
ببینم تو نمیخوای من برگردم جزیره؟ نه پسرم، این چه حرفیه؟ ای بابا پسرم، خیلی خسته شدی، واسه همین گفتم یه کمی بگرد و خوش بگذرون. به جزیره نیا. مادر، مشکلی هست؟ از من که چیزی رو مخفی نمی کنین. خوبیم پسرم، خوبیم، کیفمون کوکه. همونطور که گفتم یه کمی بگرد، خودتو مشغول کن. به جزیره نیا پویراز جون، باشه؟ من قطع میکنم، باشه؟ بای 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 بای. داره میاد اینجا. خودتون شنیدین که گفتم نیاد. شک کرده. حتما. چی باید میگفتم؟ یعنی میگفتم نیا بابات میخواد تو رو بکشه، به هیچ وجه نیا به جزیره. اوف والا خسته شدم، من خیلی خسته شدم. اوف من خیلی احمقم، خیلی احمق و ساده‌ام، خیلی. یه ثانیه باباش کیه؟ مگه چی گفتم؟ گفتی بابای پویراز، گفتی میخواد پویراز رو بکشه، اینطوری گفتی. من اینطور گفتم؟ یه چیزی بگی. حتی راست بگی. راست میگه. بله داداش. الو سینان، چی کار کردی؟ داداش پول نمیدن، همه جا دارم دنبال من میگردم. پویراز قراره بیاد اونجا، وقتی اومد کارشو تموم بکن. نگران نباش، همه چی جوری که حرف زدیم میشه. هتل؟ فردا صبح حلش میکنم. پویراز خدای من، پویراز برگم. این چرا اومد آخه؟ دیدی ای بابا. پویراز خوش اومدی، چرا اومدی؟ چیو از من مخفی میکنی؟ چی میخواد چیو مخفی کنه ها؟ همونطور که میبینی همه چی رو براهه. همتون دارین یه چیزی از من مخفی میکنین. قراره چیو مخفی کنیم؟ من چیزی مخفی نمیکنم. داره میسوزه. نه بابا، آتیش سوزیه، داره میسوزه داداش. کمال چی شده؟ داداش پویراز، هتل داره میسوزه داداش. چی داری میگی؟ صادق بودو بدبخت شدیم. بودو زود باش، تو رو خدا بیا دیگه. دارم میدونم دیگه، نمیبینی؟ صبح بخیر. صبح بخیر. صبح بخیر. گفتن اینو به شما بدم. خیلی ممنونم، مرسی. صبح بخیر، تبریک میگم. صبح بخیر، ممنون. حاضران خانوم، دوباره خوش اومدین. ممنونم آقا کوتاه. کارت پرسنلی مبارک باشه. امیدوارم دیگه مجبور نشید در بیارید. منم امیدوارم. راستی لیلا چطوره؟ خوبه؟ سراغ شما رو میگیره. آقا پویراز رو هم همینطور. فهمیدم.
آقا پویراز نمیدونم، یعنی ممکنه رفته باشه، احتمالا رفته. آقا کوتای، ممنون که منو دوباره استخدام کردین. نگران نباشین، از اعتماد شما سوء استفاده نمی کنم. منم نمیخواستم کارمندی مثل شما رو از دست بدم. امیدوارم دیگه همچین چیزی رو تجربه نکنیم. نگران نباشین، تجربه نمی کنیم. من فقط به خاطر کارم اینجا هستم. دیگه نمیذارم کسی یا چیزی اینو خراب بکنه. عالیه. قبل از اینکه به جلسه بریم، اگه وقت دارید میخوام با شما در رابطه با صحبتون بین شما و آقای دویگون تو جزیره حرف بزنیم. شما آقا دویگون رو میشناختید؟ نه، فقط در چارچوب همایش لودوست بعضی چیزا رو فهمیدم. تا جایی که میدونم اتفاقات خوبی بین شما نیفتاده. بله همینطور شد. زمین و خونه و کارخونه کلی آدم رو خریدن. باور کنین نمیدونم اون زمین رو چطور قراره براشون پس بگیریم. شاید من یه راهی بدونم. یعنی چی؟ شما میتونین تو این موضوع بهم کمک کنی؟ چون که من میخوام کارای آقا دویگون رو درست کنم. یعنی میخوام اون زمینه و کارخونه ها رو از اون مرد پس بگیرم و به آدما بدم. مشکلی نیست. فکرتون هنوز تو جزیره است؟ نه همچین چیزی نیست. نگران نباشین. در ضمن برای جلسم خیلی آمادم. عالیه. پس بفرمایید. اجازه میدید من با یکی صحبت کنم و بیام؟ بله دویگون احمق. بله سعی دارم کاری که تو نتونستی انجام بدی رو حل کنم. نه تو قرار نیست کاری بکنی. به اندازه کافی آبروریزی کردی. باید خودم کارم رو حل کنم. ولی به هدفم میرسم. جزیره کیرلانگیچ مال من میشه. چه خبره؟ چه خبره؟ نهیر نهیر داداش بیا وای خدا چه خبره؟ چه خبره؟ نهیر خوبی؟ لپتاپو بردار. چه لپتاپی؟ بیا بریم. بیا پویراز نهیر بیا وای خدا بشین بیا خدا خوبی؟ آب بخور کسی هست؟ حالت خوبه؟ بلند شو. پویراز خوبی یاره. تو رو خدا دیگه نرو پویراز نه. گورکم چی کار میکنی؟ تو جزیره همه چی رو به راهه. برای برنامه ماه آینده یه پرونده آماده کرده بودیم. شما میتونین از دفتر بیارین؟ حاضران خانم، پرونده هایی که دفتر هستن رو میارین. بچه ها میدونن کجاست. البته گورکم چی کار میکنی؟ حاضران الان نمیتونم حرف بزنم عزیزم. من بعدا بهت زنگ میزنم. گورکم داری چی کار میکنی؟ نکن تو رو خدا نرو تو. زخمی ها رو ببرید. آمبولانس اومد. گورکم چی شده؟ گورکم جواب بده، چی شده؟ الو سینان، یه تغییری تو نقشه داریم. یکیتون جواب بدین دیگه. خاله جون میدونی پویراز کجاست؟ راستش همه ازم میپرسن پویراز کجاست ولی من ندیدم. الان کجاست؟ نمیدونم خاله جون، نمیدونم عزیزم. به پویراز زنگ میزنی؟ بله. شما میتونید پویراز کجاست؟
بیا من تو رو ببرم پیشش. پویراز به زندگی خودت اهمیت ندادی. این چه کاریه که میکنی؟ والا به خدا یه روز سکته میکنم میفتم میمیرم. ببین چه روزی گفتم. چرا آتیش سوزی شده؟ نمیدونم، دارن بررسی میکنم. آقای کمیسرم اومد. آتیش سوزی خاموش شد، ولی معلومه از همون اولم گفتن آتیش سوزی اتفاقی شروع نشده. یکی آتیش زده. خدایا تو مراقب ما آخه کی ممکنه یه همچین کاری بکنه؟ یکی به ذهن من میاد اما خدا لعنتش کنه. غیر ممکنه که. بله پویراز به هیچ وجه کار اشتباهی نکن، به هیچ وجه سعی نکن نجاتم بدی. حاضران خیلی خوب، کافیه. پویراز، من و مامورت یه کار کوچیک با هم داریم. تو هم باید به ما کمک کنی، وگرنه دوست دخترت اذیت میشه. بچه جان تو کی هستی؟ فوراً حاضران رو ولش کن. حاضران Sana bakmak insanın ömrünü uzatır. Geç karşıma da birkaç yıl eklensin hayatıma. Sen geçerken ayrılık zırhını kuşanır. Çek aşkını da canın pahasına savaş onunla. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Siyahıma beyaz ol, cezama itiraz. Kalbim uslu durmuyor, verse nerede ikaz. Yani biz seninle karşısında dünyanın bir kör olur bir ay var. Sonra yazmayınca harflerin mütellik. Yan yatar kelimeler, cümleler devrik. Sar bütün müzik artık anla. Bensiz olur ama sensiz olmaz asla. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce.